جواب ده رانو. الو. سردارم. چی شد مهمون؟ به همایش علویان حمله کردن سردارم. تو چی ها میگویی؟ رانو هم در اونجا سردارم. از تلفن صدای تیرپرانی آمد. یا خدایا. زودتر رویم سردارم. امیدوارم که بر رانو یگون حادثه نشده است. بایلش. رفیقان ما میرویم. شما یکی در با محبس برده مانید. فهمیدی؟ اطاعت سردارم. با تلفن گپ میزدیم. ناگهان صدای تیرپرانی آمد و تلفن قطع شد سردارم. صبر کن آرام شو. آیا رانو رفت که حمله کردن؟ نه سردارم. بسیار ترسیده بود. گپ زدن نتوانستیم. با امنیت باید خبر دهیم. سردارم اگر بر رانو یگون حادثه شده باشد من چیکار میکنم؟ صبر باش. و سرت حرف فکرهای بد رو راه نده. زود باش. سردارم. наҷиб сардор саросима ба куҷо мерафта бошад? نمیدونم. ака қарори дастгир шудани саркомиссар йигитро бароварданд? بله. همه تیارن؟ бале тайёранд. аз мо интизори ишора мебошанд. پس بیا. یگان قصد از جایش اگر خواهید که شما از چی میخواهید؟ عاقبت شما مثل این کس نشود به من گوش کنید. اگر گوش نکنید همه‌تان را یک میکشم. مرا شنیدید؟ یک میکشم. شنیدید؟ یک تا میکشم. ایستید آرام شوید. زاری میکنم. این سو گذارید. در بین خودتون گپ نزنید. حرکت نکنید. با من دست نرسون. تو مرا سرگردان کردنی. دقت و همگان در مهمانخانه‌ای که علویان واقعی دارند حمله کردند. فوراً به جای واقع حاضر شوید. فهمو سردار. همه گروه ها به جای واقعیت سفر کردند. جواب نمیدهد. با این دختر چی گپ شده باشد؟ قریب رسیدیم. آرام شو مهمدو. زودتر سردارم. التماس زودتر. آرام شوید. جعفر تو هستی؟ بله منم. کنی این طرف گذر. جدا شوید. گذر. خونت به هر طرف نپرد. ایستید آرام شوید. نکنید. زاری میکنم. من با شما چی بدی کردم آخر؟ پسانو زن گفتم. دمت را گیر. من با شما چی بدی کردم؟ حیوان ها، قاتل ها، کمتر بس پلیس ها اینجا میشوند. انا بعد میبینید. چی؟ تو اول مردن میخوای ها؟ اول تو را پارا کنم. از شما نمیترسم. چی کاری که میکنید کردن گیرید. حیوان صفتون. این فپینان خواب کن بس است. مرا دیوانه نکن. در سرت میپرانم. میفهمید؟ زود باشید. گرد و اطراف را حمایت کنید. خلق را حمایت کنید. چی شده؟ میشنوید؟ ای وای پلیس ها آمدن. چیکار میکنیم ها؟ از جایتان نجنبید. پلیس ها آمدن. زود برآمدن در کار. آمدن گیرن. مگر ما از پلیس میترسیم؟ گذره. تز تسلیم شوید پلیس. نزدیک نشوید. آدم های در اون بوده را میکشم. مرا شنیدید؟ یک تا میکشم. تسلیم شوید میگویم. با طرفی ما تیر میپرانند و ما یاری کنید. اینجا گذر. با کی میگویم؟ اینجا گذر. با شما میگویم با این طرف گذرید. زودتر. با این طرف گذرید. زودتر گفتم. گذرید. خاموش ایستید. گذر. چی تو نمیفهمی؟ آرام باش. میلش. مخفا. چی تو نمیشنوی؟ با تو میگویم زودتر با این طرف گذر. ایستید. در جهتون ایستید. نجنبید. ایستید. نجنبید. خاموش. چیکار میکنی تو؟ حاضر در طرف این خود میکنم. ایست. نپران. او با ما در کار میشود. تو رفته پلیس ها را دور کن. من با او سر و کار میگیرم. دیگه گروه پلیسان هم آمده ایستادن. زود باید برایم. چیکار کردنید زود انجام دهید. شما چی که گفتم اجرا کنید. رفته پلیس ها را پرانید.
دونی را با من ده. این سو گذار. گذار گفتم. گذار. این سو گذارید. در نزد دیدار کسی نیست. بیا درویم. ایستادارو. کمی پس دیگر گروه اینجا می شود. بین کسی نیست. در درون آدم هم هستند. ایست نرف. چه نفرند؟ 3-4 نفر. علی خشانه میدونم. از درون صدای تیر میآید. مرحمت سردارم. بیا سردارم زودتر درویم. یاری علاوه طلب کرده؟ آماده ایستادن سردارم. وقتمون کم مانده است. رفتیم. چی گپ است؟ سردارم در درون 2 نفر مانده است. یک نفری ما رو پراند. زخم دارو گرفته درحال بیرون ببرید. سرکمیسر. نزدیک نشوید. از اینجا روید. اگر خواهید که به این آدم ها یگان حادثه رخ ندهد از اینجا روید. رفتکانی بینید یگان در اومد دیگر موجود است. اطاعت. حالا با تو بازوا میخوریم. در همین روز مایلش میایم. تو از پاییسه میشم. بعدی کاری گید نوبت با اون به شرف میرسد. کنی بین با کی ها و میخورد. خوب شد زکی سوید. مایل سلامت باش. تشکر جناب. اما این یگید مرا میترساند. اگر از حبس برایت حتما دنبال من میشود. آرام باش. از آنجا دیگر نمی براید. خری بود که مرا هم کشد. با آسانی خلاص شدم. تو با من لازمی. برای همین استودیو رو خریدیم. بازینگری برآمده سمیم سیدم، بازینگری در آمده یگید گندوزل. با من گوش کن. با فکرم تو گرسنه ای. خوراک لوبیادا را دوست می‌داری؟ بسیار هم خوب پخته شده است. میشود. میخورم. بسیار خوب. آدمی با اشتها را دوست می‌دارم. همراه نشسته آیدی کار گپ میزنیم. کاری مهم. شیر بچه. لابای جناب. با آشخانه لوبیا شوربا میرویم. رفتیم. یگیت آماده ایستاده است. ما از خفایشیم. به خطاگی راه ندهید. پلیس ها نباید ضرر بینند. فهمو؟ مایلش. این یگانه راهی برآمد است. فهمو سردارم. من میدرویم. میمدو آرام شو. میدانم رنا در درون میباشد. من هم میترسم، اما در درون بغیر از رنا انسان های دیگر نیست هستند. و خطا که راه داده باعثی ضرر رساندن دیگر ها میشویم. راست میگوید سردارم. من در اون برآمدگاه میشوم. تا آمدن گروه اضافگی در اونجا منتظر میشوم. این پلیس ها ما را احاطه کردند. از اینجا چطور میبراییم؟ آزگور. پلیس ها آمدند. بهترش یراقتون رو گذاشته تسلیم شوید. جای گریز ندارید. وگرنه شما رو میکشند. میبینیم که اول میمورد. نیست بطنا کسانی بی مذهب مزرع و دشمنی دین. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اینها کجا شدند؟ غیر از در آمدن دیگر علاجه نداریم. مرا این خیلیگاه نکن. رفته در را پاسبانی کن. کنی تو با من بیا.
در جای دارم نمیستی. سرده مرا، سرده. را کرد به تو میگویم. اپا توی سرت را میکفونم. بیا. سرده. تر. غیر از تو یگون کسی دیگر است؟ سردار گریختند سردارم دیگرش گریخت اپا رانو رو دستگیر کرده بردند. رانو؟ یاری دهید احوالش بچه. آرام شوید. همه هر سری نظارتی پلیس می باشد. خوب است حال این آدم اونقدر خوب نیست. یاری تاجیلی آمد. در حال یاری تجلی را چک بله، یوسف زودتر زود از اینجا برایید. همه به بیرون برایید. به بیرون زودتر. دامت را گیر. زودتر. فکر نکنی که پلیس تو رو دستگیر نمیکنن. دامت را گیر. سرده. دامت را گیر گفتم زودتر. سرده. زودتر. باش. زود باش. راه گرد. بیپر. کن اینجا بیا. زود باش. ایست پلیس. کجا میگریزی؟ و کجا رفتنی ها؟ خس تو را پارا میکنم میکشمت. ممدو مرو نجاده. گرد و اطراف بنا را احاطه کنید. یک کس دیگر مانده است. مرا نمیشنوید؟ گفتم که گرد و اطراف بنا را احاطه کنید. تیزتر و با دقت باشید. رانو را با خودش گرفته است. زود باشید. سردارم. سردارم خوب هستید؟ خوب هستم یگان چیز نیست. شما را باید دکتر بیند. وقت ما نیست او میگریزد. شما همه را از اینجا برارید زودتر. ممدو با او یگان ضرر نرسان. اگر از پیش راه هم نروی دختر را میکشم. مرا میشنوی؟ سلاحت را پرتا. ملش سلاحم را میمانم. دختر رو سرده گو کجایی که میخوای رو. تو من را ساده خیال میکنی ها؟ انا بین سلاحم را میمانم. او را رها کنو مرا گیر. راه کرد. تو گفتم راه کرد گفتم. بیا زودتر بیا. گذر یک طرفستا خودش چیگر درازو باش. کار میکنید. ماشینم میرم ایستید. ماشینم رو برگردونید. رانو چی شد میدم؟ سردارم رانو رو در بردم. حال به امنیت خبر میدیم. پیش راهشون رو گیرم. بسیار دور نمیروند. چی شد سردارم؟ شما خوب هستید؟ خوب هستم. راه ده پلیس. مایل شکر. چیکار میکنی مندو؟ در اینجا منتظر نمیشم سردارم. مندو اصلا این محکمه و محکمه بازی ها همشان دروغند برادران من. کجاست آن نوری دیده من سلطان مویلب دارم؟ از همه خوب چیز میدانید برادران، قانونهای جنگل را استفاده بردن بهتر است. چگونه بود از قانون جنگل؟ اگر انیق دانه که آدم گناهگار است و جنایت پیشه بودنش دلیل و باوری کامل داشته باشی، پس او را در میدان تقسیم مثل پرچم آویزان کنو. دیگر خاموش باش. تمام. سرکمی سر آنقدر بد نبوده است. همین خیل
در 2 روز این وطن گلستان نشود مرا احمق خوانید. ها، حقیقت و عدالت را محافظت کن. اول او را به دار آویز، بعد به محکمه رو. بگذار او خودش را در جهنم محافظت کند. این چه خیلخوار است. گوش کنید رفیقان، به من باور کنید. من برای برقراری عدالت در دنیا از همه راهی خوب را میدانم. کدام راه بوده است؟ راهی من است. این کار محکمه ها همیشه مشکلی می آورد برادران. گناهکاران آزاد و بیگناهان در محبس. سرکمیسر، به دار کشیدن چی لازم؟ محکمه را به نظام درآوریم. آنها هیچگاه اصلاح نمی شوند. با کجا نگاه داری ها؟ تو رو دستگیر میکنند. در آخر یا به حبس یا به قبرستان میروی. مساکین، ماشین را هی کن. تستر حرکت کن. حیوان چاقت را گیر. حاضر از ماشین میپرتای من. گاز را تر کن. آنکه ثابت آماده ایستادن. بسیار خوب فهمیدم. می آیند. دست بیافتی. ترسان ای چی کار کردی؟ همه افلوسونم رو ریزاندی. تو از کجا بر اومدی؟ از کجا بر اومدی؟ خرابم کردی. من پلیس هم از دنبال جنایتکار هستم. تمامی افلوسونم نابود شد. از دنبال جنایتکار باشی از دکانی من چی میخوایی؟ چی شد؟ بمبای تو کننده پرتافتن. نفسم بگیرد باشد احتیاط کنه. برو زودتر من این را پیشوازگیری میگویم دستم. زودتر برو. مرکز با ما حمله کردن. با گرفته بردن. مرکز محکوم را گریزاندن. مرکز ما را میشنوی؟ سردار که بدن این خواهین معلوم گشت؟ حالا یگان چیز نمیدانیم. آیا این راست است که رعنا توپل از طرف حملگران ربوده شده است؟ متاسفانه راست است. امین باشید هر چه زودتر او را صحت و سلامت نجات میدیم. میگویند که حمله را افراطگران کردند. حالا کافکا دوام دارد. انیق نمیدانیم رفیقان. مقصد حملگران چی بوده است به فکر شما؟ باز چی هم میشد؟ مقصد در مدیمک چی بود؟ در حادثه های گزی مقصد چی بود؟ کمی فکر کنید امینم که میابید. آنها موفق نشدند که ترکا را با کردان جنگ اندازند. حالا نوبت جنگ سنی و شیعه سر شده است. خلاصه همین است رفیقان. اگر باز یگان خبری نو که شد به شما میرسانیم برای کار. لبای تو چی ها میگویی؟ کی گریزان؟ چه گریزاندن؟ چهل نفهمیدیم. ای بی شما بسیار است در اینجا.
کابت یابد کی او را گرسانده است. یگان کارمان خوب نمیرود هیچ کدامش. کمی فکر کنید امینم که مییابد. آنها موفق نشدند که ترکان را با کردان جنگ اندازند. حالا نوبت جنگ سنی و شیعه سر شده است. من همینقدر گفتنیم رفیقان. اگر باز یگان خبری نو که شد به شما میرسانیم. سخنرانی را بینید، توجه کنید. نجیب بعد از بستری وظیفه برگشتن خود را باز هم جسورتر میپندارد. هنوز قدم هایم را کلان نماندم. بی‌صبرانه انتظاریم جناب. حالا وقتی رسیده است که نقشه های انجمن بزرگ را عملی کنید آقای پیسگار. بله، سوی قصد علیه سه وزیر. با این حادثه یک جا شود صداها بسیار بلند می شود، خرخشه زیاد می شود. همه را به تهلکه می آریم. حکومت حل مسئله را در استعفا دادن و گریختن می بیند. پس جناب این عملیات را چخیر اجرا می کنیم؟ آن طرفش را به ما گذار. این گونه فتنه ها را به تو حواله نمی کنیم جناب مینیک. پیکاس کی ها باز فرمان آغاز کار را داده است. تو را باز هم در پایت راه دیدن برایم خوش است. تشکر. به فکرم که قرضم را ادا کردم. چی ها میگویی ثابت؟ در بین ما تنها قرض دوستی نیست؟ خیری در کجاست؟ کوشین ترسیده گریخت چی بلا؟ خیری را از دنبال سمی روان کردم. او را میپاید. بسیار خوب. ثابت، ما باید چیکار کردنمان را خوب اندیشه کنیم. باور کن این دفعه یگان متکایی نداریم. هر کجایی که پلیس ما را ببیند البته میپراند. بسیار خوب. نباشد ما از چشم دور میشویم. من یگان شبهه ندارم که سمی را پیکاس روان کرده است. به درون راه یافتند. مخصوص به حجره ما انداختند. باز چه خیلم شد که ثبت کمی راه نیز شدند. پس در داخل آدم های آنها هست اما کی باشد؟ من به خیری یک زنگ زده فهمم شاید چیزی یافته باشد. الو خیری چی خبر؟ سردارم خوب هستید؟ آزاد شدید؟ حالا آزاد نیستیم خیری، حالا آزاد نیستیم. از همه یگان خبری هست؟ همون خیلی که تخمین کردین. از محکمه بیرون شد و با پیکاس واخورد. میلش پاییدن گیر. خیری آن آدم برای ما خیلی لازم است. یگان خبری شد به من زنگ زن. خوب شده است فهمیدم. چی بوده است این؟ کاری خیلی عجیب. راستی گپ را گویم بسیار هم کاری مشکل است. با فکرم که خودت را آلوده کردن نمیخواهی. شما اول گویید ما زیر دستان یگان علاجش را میابیم. آیا میدانی برای چی ژاپنی ها را دوست میدارم؟ خلق یک روند، صادقم، در فکری وطنشان هستند، عیناً مثل ما. خلبان های فدایی را میدانم، مثل بمب های زنده به تیاره ها میدرآیند، در قدم دیوانند. من هم همین موضوع را در نظر دارم. به همین خاطر پرسیدم. گوش کن، میدانم که رفتن نمیخواهی. در آمدن هست؟ بر آمدنی؟ هست اما مشکل است. اما برآمده توانی تو را حیات نو منتظر است. پس همچون یک ثروتمند حیاتت را دوام میدهی. تنها خودم ایش را میکنم. در یک وقت معین 3 عمل سوی قصد، 1 تا 8، باقی 2 تای دیگر باز دو رفیق وطن دوستت. جناب مهمانانتان آمدند. مرحمت کند. مرحمت. خوش آمدید. شما را شناس کنم. مجید داغن سمی. خیلی ممنونم. ممنون. سمی هم برادرمان حساب می شود. خیلی ممنونم. ممنون. مرحمت به خانه واخوری گذاریم. شما رفتن گیرید، من حاضر می آیم. مهمان ها را تالار واخوری برید. مرحمت به این طرف. به تو نگفتم که به من زنگ نزنی ایران. به تو زنگ نزنم؟ به کی زنگ زنم پیکاس؟ پلیس آمد، قریب بود که مرا دستگیر کنند. با یک عذاب گریختم. تو از آنجا چه برآمدی؟ رعنا گفتنی یک روزنامه‌نگار را اسیر گرفتم. پلیس از پیم است. حالا در همینجا مرا کافته ایستادند.
با من یاری ده پیکاس. مایلش من کنی بینم یگان چارش را میابم. میابی؟ چی را میابی؟ با تو میگویم که مرا از اینجا برار. گوش کن حالا یک کاری فوری دارم، با تو زنگ میزنم. مایلش نمیشود پیکاس، مرا این خیل نباید پرتفته روی. بیرال مرا دیوانه نکن. اول از اون دختر خلاص شو، بعد من تو را از آنجا میگیرم. تو مرا فهمیدی؟ به من فکری تو معقول نشد پیکاس. قد میکنم تا بازدید دیگر به من زنگ نزن، من خودم میابم. الو پیکاس، الو. نابکار، اینها مرا میفروشند. تو مرا رها میکنی یا نه؟ من به تو چیکار کردم؟ ای کلک بیچار کم نزن. اینقدر سرجاخ بوده ای تو، یک دقیقه هم خب نکردی. سرده مرا گفتم، حیوانی نامکار، سرده گفتم. دامت را گیر. چقدر که میخوای زدم گیر، جوابی همش رو میدهی. احمق. بگومونم تو خب نمی کنی. من چی خیل خاموش کردنت را میدونم. اکنون هم تو هم من راحت میشویم. حالا چی کار کنم؟ چی کار؟ پلیس همه جا را احاطه کرده است. نباید این دختر را کشم، برایم سپر می شود. کنی بینیم در بارای ما یگان خبر هست؟ тамошобинони гиромӣ чӣ хеле ки дида истодед пас аз ҳамла ҳамаи одамон ба назди меҳмонхонае ки ҳодиса рух дод омада истодаанд. рафиқон бо диққат шавед, ҳама хашмгин мебошад. ба ягон хато гиро надед, вагарна корҳо бад шуданаш мумкин аст. зуд аст бекор шавед. чӣ шуд мемду? рано дар куҷост? ҳамон нобакор набуд, сардорам. ای خدا اپای رانو، اکنون چی کار میکنیم؟ به همه خبر دادم، رقم ماشینش رو گفتم، از ثبت کامراها میبینند. کمتر دیر موندم، کمتر. نگران نباش، رانو رو میابیم. غم نخور، آروم چه خیلی غم نخورم سردارم، چه خیلی غم نخورم. اگر برانو یگان حادثه رخ داد چی؟ اون شخص رو دیدید؟ بپرو چند کس رو کشت. آنها دیوانه نجیب سردار. ما میدانم، در کفای این کار کی است میدانم. اوتیف، کامراها رو دیدید؟ یافتید کی حمله کرده است؟ نه سرکمیسر، تا حال ندیدم. یگان چیزی ها بدید موسوتیف مرا یاریدی، رانو رو دوست دیدم. همش رو میبینیم سرکمیسرم. وعده میدیم که اگر یگان معلومات یافتم اول به شما خبر میدیم. چی میکابید سرکمیسرم؟ نه یگان چیز که نیابی برای چی سومکه رو با خودت میگردانی اوتیف. ممدو چیکار میکنی؟ من میروم سردارم. ممدو او چیکار کرده است؟ ممدو مرحمت سرکمیسر. تشکر. با کجا میروی ممدو؟ با جستجوی رانو میروم سردارم. در کجا بودنش رو میدونی؟ نه اما میدونم این کارو که کرده است. میابم. پس از کی گمان داری ممدو؟ از پیکاس. در دستمون دلیل است تو این آدم رو بازداشت کردن نمیتوانیم. تو باشی با یک گپ رفته رو دستگیر میکنی. از این یگان فایده نیست ممدو. با یگان جا نمیروی. مرا ببخشید سردارم. اگر دلیل نباشد من اون دلیل رو میابم. اینجا گپ در سر حیات رانو میرود. این خیلی ساده منتظر نمیشوم. گوش کن، حق گفته به ناحقی نفت، هم خودت رو و همه رو نسوزان. میگویم که رانو رو میابیم. در اینجا بیهوده ایستاده میابیم سردارم. من میروم. آن احمق رو میکشم. مکان رانو رو میفهمم. او ممدو، همه این اصلی که به تو سرایت کرده است همش. عملیات امشب در یک وقت کرده می شود، در ساعت 9. این از تو سمی وزیر اقتصاد امشب با صاحبکاران و صنعتکاران واخوری دارد. یک حجتی بافته و تمام لوازمات در کاری در اینجاست. خوب نزدیک شده از مسافه قریب میپرانی. هنگام غلاغله گریخته توانی بسیار هم خوب است. پیش از کشتن چی گفتنت بسیار مهم است. روزنامه ها باشند این را نشر میکنند. این را از یاد نبرار، فهمیدی؟ چی میگویم؟ وطن را فروختید. خیال کردید که همش نقض می شود، مثل سخنهای کمونیستان. مرگ به آنهایی که وطن را فروختند. اینا چه خیل؟
آها بسیار خوب. دلاری خونین صندوق پول به شما کفن می شود. خیلی هم خوبتر است. اینش از مجید، وزیر کارهای خارجه. اینش از تو. هر روز پنجشنبه با نبیرش یک جای است. مدتی دراز است که او را پایده ایستاده ایم. امشب به سینما می روند. در سینما کارش تمام می شود. نه، وقتی که از خانه می براید. پس تو چی گفته داد میزنی؟ این گناه را با سری ارمنی ها بار میکنیم. فکری عالی جناب. خونی خرند دینک را در زمین نمیگذاریم. قاتلی بیشرف وزیر قتل عام میگویم. الحال این مسئله روز است. بسیار هم به من معقول. وزیر کارهای خارجی باشد از داغن است. این شب برای جنازه جعفر که در واخوری علویان کشته شد اشتراک بکند. داغن تو هم در آنجا میشوی؟ پس من چی گفته داد زنم؟ میگویی که مرگ به آنهایی که علویان را سونی میکنند. تو توپ را تیار کن، روزنامه نگاران باشند گال میزنند. تو اگر آوازت را نبرآوردن موری هم آنها بسیار مقاله های جالب از دل خودشان می نویسند. فهمیدم. لوازمات‌های درکاری را از کجا میگیریم؟ در مکان سمی احتیاجهای لازمه موجود است. سلاح‌هایی که رقمشان تازه کرده شدن آنها را استفاده میکنید. اگر از آنجا صحت و سلامت برایت پلیس یکان چیز را نمییابد. من فکرم که در حال از پای کار شویم. بله، وقتی زیاده نداریم. تنها یک چند ساعت است. حالا باشد رفته سلاح‌هایتان را گرفته آماده شوید. برای این کاری بزرگتان دولت ترکیه شما را اصلا فراموش نمی کند. امروز با ثمره شما ترکیه نو ساخته می شود. این وطن صاحبان اصلی خودش را می یابد. کنیشر بچه های من کار شما را بینم. چه شد؟ تا میخوای ها؟ متاسفانه تمام شد. اگر خواهی یک جای بازمو بازی میکنیم ها؟ چی گفتی؟ حالا میبینی با دستی پلیس میافتی. آدم بعد رزت رو میبینی، فهمیدی؟ میخوای ها؟ یک جای ایشونوش میکنیم. تو قتل نابکار، اینقدر نامی مسلمان ها رو سیاه نکن، فهمیدی؟ بی سواد کلات مثل کدوی بی مغز. کلید اینجا بیا. کلید در کجاست؟ خدایا نگریز، تو را میکشم. بیاری دهت. اینجا بیا. بیاری دهت. نگریز، اینجا بیا، تو را پاره پاره میکنم. سرکمسر ممدو؟ نجیب سردار؟ چی شده است؟ باز شمایید برادر، چی میخواهید؟ ممدو سردار در کجاست؟ در درون آدم دعوا کند عاقبتش بد میشود. چیزی که شود شدن گیرد سردارم. یگان چیز از رانو دیدم مهمتر نیست. ممدو سرش مثل کدو ها؟ اگر کدو را زنی صدای پوک دارد. پیکاس در کجایی؟ چی شد جناب؟ شما زود پنهان شوید، یگان گپ نیست. زودتر رفتیم. Biz Solagi İstikloliyati Cumhuri Tojikiston mübarek dostoni aziz
му шуморо дар коки борбад интизорам. диққат ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо бахшида ба 20-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар толори кохи борбад студияи ҳамсадо тасмим гирифтааст ки аз байни 10 нафар ҳунармандони силсила филми ҳомиён 5 нафарашро бо интихоби мухлисон даъват намояд. ҳунармандон бо рамзҳои махсус рамзгузорӣ шудаанд. шумо метавонед рамзи ҳунарманди писандидаатонро гирифта ба рақами 10 тариқи смс ирсол намоед. мухлисе ки смс ба ҷонибдории ҳунарманди писандидааш ирсол менамояд ӯро тӯҳфаҳои арзанда ва ҳамчунин мулоқот бо ҳунарманди писандидааш интизор аст. барои маълумоти мукаммал гирифтан метавонед ба рақамҳои 907-58-28 907-59-28-28 ва 907-79-28-28 дар иртибот бошед. اینجا بیا نگریز تو رو دستگیر میکنم مرا دیوانه کردی و کجا گرفتنی اینجا بیا اینجا بیا خدایا نگریز اینجا بیا تو در کجایی؟ جواب این رو میدهی؟ ممدو تو در اینجا چیکار میکنی؟ رانو در کجاست؟ ممدو آرام شو. با تو میگویم رانو در کجاست؟ نجیب آدم را گیر از اینجا دست شوید. تو را میکشم. قاتلین رو بکر. مرا سر دهد. مرا سر دهد. ممدو شیر بچه سرت در بلاست. سرت در بلای عظیم است. زوری تو فقط با بیگناهان و زنان میرسد ها؟ تو و من هر دویمون راضی جسارت داری. در کجای و کدام وقتی که خواهی؟ ممدو با تو میگویم آرام شو. مرا سر دهد. چخیل به اینجا آمدید؟ شما پلیس یا اینکی راهزن؟ نجیب سردار اجازه نامه کافتن دارید؟ اگر داشته باشد نشان دهید. مالش میرویم. همه آرام شود. در شاهدی چند کس جوابش را میدهید. همه تون را نیست میکنم. به اجازت در آمدید. اکنون همه شما در چنگ منید. اینجا بیا. اینجا بیا. ایست. بسیار وای من نکن آبکار. ممدو بس اساکیر بس. گری گذار این طرف. به این طرف گذار. خدایا یاری ده. اینجا بیا. نگریز. موسیچه خردکک و تو نگفتم که من شاه این جنگل می باشم. کسی به اجازت من نرفته می تواند و نبرآمده. تو را می کشم گفتم، اما از قرارم برگشتم. انیخترش حاضر نمی کشم. زده مرا نامکن. اینجا که خلاص شدم آهسته آهسته می کشم. بسیار هم آهسته. حالا باشد دختری نقشه کنی تستر راه کرد. راه کرد. زود باش. ممدو بس. این طرف گذار. گذار. به شما نشان میدیم که هجوم کردن به اداره من چی است. شنیدی مرا نجیب؟ اول به تو نشان میدیم. به جایت یک سربازی عادی را آورده نمانم من آدم نه. حالا که فرصت داری کار رو به فردا نگذار. پیکاس مثل تو برین تمام سگ‌های کوچه رو برده محکم میکنیم. اول تو رو. از این پس شکل به محکمه بی‌طرفی ترکیه حسابات میدهید. آن طرفش را خودتان فکر کنید. خانمان از پیش. آدمت را گرفته رو از اینجا.
اگر تو تربیت کردن رو ندانی من خوب میدانم، لیکن جانشان بسیار درد میکند. باوری دارم که بسیار ترسیده است. با تو باز وا میخوریم. آن وقت اینقدر با آسانی خلاص نمیشوی. مهمدو عقلت را کار فرما. دیدی که در خانه نیست، باز واسهش حمله میکنی، در حالی که بگویم خود را به گناه زده ایستاده ایم. با من فرقش نیست سردارم. چی کاری که کردم به خاطر رعنا کردم. گوش کن، با این رفتارت هم به رعنا و هم به ما ضرر میرسانی. میدونی چی سردارم؟ یکیت رو خوب فهمیدم. برای چی دیوانه شدنش رو اکنون فهمیدم. بس کن، بس رفته با همراه شو. تا هم شبها با مثل راستن رفتار کن، کار کنی امنیت. دختری من قریب بود که زنده با زنده میسوخت، اما مثل تو با یگانجا حمله نکردم. مهمدو سردارم، 5 یک کل نیست. چی کار کنم؟ دیوانه میشوم، از دستم یگان چیز نمی آید. چی کار کنم سردارم؟ بگوید چی کار؟ مهمدو اول آرام شو. با این غضبت یگان کار را کردن نمیتوانی، برعکس کارهایت ویران میشود. گوش کن، اینقدر سال یک جا کار کردیم، باید تو اینها رو فهمی. این پیکسی نوبکار اکنون در دستم است. تو چی گفتن میخوایی مهمدو؟ هیچ چیز سردارم، هیچ چیز. یک روز من هم دیوانه میشوم، اما به مانند شما نه. پس میبینیم که شما در این حالت چی کار میکنید. خیری یگان نویگری هست؟ باوریتو نمیآید. کمی پیش ممدو و نجیب سردار به پیش پیکس آمدند. خیر رفتند؟ آن همین خیلی چه خیلی که آمدند باز هم خدایا یعنی چی خیلی؟ آنها بی نتیجه نباید میرفتند ها؟ خیر میلش تو هوشیار شو، چشمانت را کلان شو. خیری حالا باشد بلا با پسی پیکس، با ما سمی در کار است. چی گپ شده است؟ نجیب سردار و ممدو به اداره پیکس رفتند، اما یگان کاری نکرده برگشتند. عجبا. سمی تا حال در درون است؟ ها بله، سمی تا حال در درون بوده است. اگر او را دستگیر کنند و در محکمه چیزی نگوید، با بالای این جنایتی فرار زم می شود. بله ثابت. متاسفانه همین طور. نباشد رفته او را دستگیر میکنیم. جهاز رو در آفیس پیکس گذاشتم آتیف. 24 ساعت گوش میکنی. یکون خبر که گرفتی در حال با من خبر ده. فهمیدی؟ با این عمل ما جنایت میکنیم سرکمیسرم. اگر نجیب سردار فهمد هر دیامد را نیست میکند. به همش من جواب میگویم. مرا تهدید هم کند، در سرم سلاح هم ماند. چیزی که گوید گفتن گیرد. حیات مرا میسزانه سرکمیسرم. گوش کن آتیف، دختری دوست داشتم رو بودند. تو یگون کس رو دوست داشته ای؟ من در این مسئله آنقدر تقدیر ندارم سرکمیسرم. من دارم. با بهترین و با فهمترین دختری دنیای ازدواج میکنم. میدونم این زمان گنده است، وقت خوب نیست. برای نجات دادن او به یاری تو احتیاج دارم آتیف. مرا میفهمی؟ راستی چی باید کرد؟ قصد این کار را یک جایه میکنیم. شیر بچه ما آتیف، کمی کاری تو رو ببینم. خیر است؟ در اینجا چکار میکنی؟ آتیف چه سردارم؟ سرکمیسر ممدو خواست که نوارها را از نظر گذرانم. تستر باش ممدو، سرداری داره برای آخری آمده ایستاده است. خوب شده است آمدم سردارم. از من پنهان یگان کاری مخفی نمیکنید آخر؟ نه سردارم، اینش از کجا بر آمد؟ بیاید رفتیم. شب خوش سردارم. میبخشید نجیب در اینجا نیست. در همینجا. تشکر. سلامت باش. برای کار باش. تشکر ینگه. از نوارهای کوچه یگان معلومات نبرم. آخرین بار در مسلک ثبت شده است. بعد از آن یگان پای نیست. همه جا رو کفته ایستادند. اوف، حالا احوالی رانو چی خیل باشد؟ نجیب
خیر زنک در اینجا چیکار میکنی؟ از رانو یکون خبر هست خموتیر شدم. تو حال نیست اپای هنر گفته ایستادیم. ای خدایا زنگ نزدن. اگر زنگ میزدن در اینجا نمی نشستیم. تو برای چی کودکان رو مونده آمدی؟ وقتی که شنیدم هوشم رفت در حال تلفن کردم خاموش بود. چی کار کنم بعد خسته تشکر آمدم. اپای هنر یکون خبر که شد به شما میگویم نگران نباشید. کیو را بوده است؟ اوه خدایا توبه زنک اگر خواهی با تو هم یک گروه میدیم تو هم رفته کوفتن رو سر کن. چرا قهرت میآید نجیب؟ از خواهرمان نگران نشوم. او رفته در خانه نگران شو. به این همسرمان گیج شده است. باز تو برای چی کودک بیمار رو در خانه تنها موندی؟ احوالش خوب است. نور بانو باشد در نزدش. کنه تو به خانه رو. یگون گپ که شد با تو خبر میدیم. نجیب التماس او را یابه پیش از این که به سرش بایلش با تو وعده میدیم که او رو میابم. اکنون رو. همه چیز تمام شد. جواب ده پیکاس جواب ده. نابکار جوابی همه این کار رو میدی. کمی دیگر صبر کنی ایرول کمی دیگر. تو را از اونجا میگیرم. در مکانی خیلی هم دور آرامانه زندگی میکنی. آرامانه مرده زندگی میکنی. نمیپردارد دانسته نمیپردارد. بی ناموس ما را تنها گذاشت. حالا من چیکار میکنم؟ چی نگاه داری؟ به من که نگاه نکن. چشمانت رو کنده میگیرم. مرا شنیدی؟ یک بار دیگر مرا نگاه کنی افلاسات نبراید. فهمیدی؟ رو زودتر. نجیب التماس به نزدیک خانه دار میشود. کاری کرده رانو رو یابه. زنک وعده دادم کو انشالله که میابیم. وعده رو کودکان رو بجای شبی خوش آبا. سلامت باشه. مالش مرحمت جناب. تشکر. خوش آمدید آقای سردار. خوش باشید نجیب سردار. مرحمت گذارید. بیایید. آنجاست. کابت زودتر. اینها چیکار میکنن ثابت؟ زمین خالی مینوبوس ها. به سر من یک فکر آمد. همینجا میباشد. شما با آنجا. با فکرم کسی رو میگوراند. خیری با فکری من یگان چیزی گرانده شده رو میبرارند. پس چی ایستادیم؟ بیایید حمله کنیم. این یگان دارو خورده است چی؟ وی خوب میداند که سمی به ما زنده در کار است نه؟
و گمانش که مردی میکند. ایستید در جایتان، ایستید. چی شد؟ چشمو میترسیدم؟ خیری آنا اینجا رو تستر. رفیقان، ما یک گروهی هستیم که هر وظیفه‌ای که دادستان‌های جمهوریت به ما دهند آن را اجرا میکنیم. این را هرگز نباید فراموش کنیم. پلیس ترک باید جسور باشد، اما نباید با فکر و حسیات خودش عمل کند. با گروه ارکان کاندو طبق قانون مجادله کرده ایستاده ایم. چطوری که میدانید آنها شخصانی با تجربه و یاردمچیانی با قوت بوده برای فریب دادن خلق اسلوبی خاص را استفاده میبرند. آنها میخوان پلیس را به سیاست بکشند، اما ما نباید به این کار راه دهیم. با این واسطه به مقصدهای غرضناک خود میخوان برسند. رفیقان، ما پلیس دولت میباشیم. دادستان و سودیه‌های ترکیه با ما فرمان میدهند که دستگیر کنید. ما باشیم قراری داده آنها را اجرا میکنیم. برای همین کسی که به اینجا می آید با عملش که بودن پلیس های ترک را نشان دهد، اقسان فلسفه میگویند از خودشان شرم کنند. آقای سردار، در حقیقت در این کشور این کارها بار اول عملی می شوند. بار اول است که این شخصانی که کسی با آنها یگان سخن گفته نمی توانست به محکمه کشیده شده. وظیفه ما به جوابگری کشیدن آنها نیست. اگر این قدر جسور باشند خودشان را در عدلیه ترکیه نشان دهند. از شخصانی که در درون ما بوده برای یرکین کاندو خدمت میکنند هوشیار باشید. آنها چندین مراتب آدمهای خودشان را بیرحمانه کشته به دوش پلیس پرتافتند. این را شما هم میدانید. راست میگوید آقای سردار، دروغ بوده است همش، اما همیشه گناه آنها را ما میکشیم. آقای سردار، همین باشد که از پیشین ندیده با احتیاط‌تر میشویم. قوه ما قانون میباشد. با قوه قانون عمل میکنیم. ببینید، پایرسکای از این زمین دیده خیلی خردتر است. وای وای وای. معلوم می شود که اینها کاری کلان کردنی هستند. عجبا دیگرهایشون که باشند. دگمه ساعت 9 رو زر میکنیم، فهمیدی؟ مایلش برادر، با دقت باشید. تو هم با دقت باش. جدا شدند. اکنون چیکار میکنیم ها؟ سامی تنها ماند. در این شب تاریک به سر جگان حادثه نآید. به خدا راست گفتی ثابت. کودکی بیچاره باز نترسد ها؟ شاید او را هم همراهمان گیریم. انا اکنون 3 قهرمان عملیات را سر میکنند. به فکرم 2 کس گفتنی بودی خیری. حد اقل دویونیم. این هم نسیه. شخصی دیگر کردهتون کی است؟ وای سمی باشد خیری. رفتیم زودتر. مقصد آمدن من به اینجا این است که به شما باوری دارم رفیقان. یگانه خواستیم من باز هم با دقت شوید. با همتون برای کار. تشکر. از رنا تا حال خبری نیست؟ نه آقای دادستان، متاسفانه نیست. از دیگه چی؟ او را هم در همه جای کافته ایستاده ایم. معلوم نیست که گریخته است یا اینکه او را بودند. شاید او برای خودش را سفیر کردن گریخته باشد. اگر این که کرده باشد خطا کرده است. در حالی که حق بود ناحق شد. همین خیلی نمیمدو؟ نمیدونم سردارم. بعضا پیش چشم انسان ها بسته می شود. سر حال گرسنه را نمی فهمد. این خیلی میگویی؟
اندکی دیگر نزدیک شو. خود در آزم در خانه کسی هست یا نه؟ خب لیکن اگر پرسن کیز چی میگوین؟ ما مسافران خداوندیم. خر نیستیم آخر. البته که میفهمد. اوف مایلش. چی گپ است؟ چی کار میکنید ها؟ با گمانم که نشونید. باز تق میکنیم. اگر تو خودت رو با دستگیری ما هم میتوانیم. اینها دیوانند. خدای توبه. بار دیگر تق کن. باز؟ اگر سری تو بیجا نشود سری من نمی شود. زن. اما من به خشم میآیم سردارم. خیره طاقت کن. خیلی بس کن. تق کن. بالا سند. چگم؟ شما دیوانه اید. تشنه من شدید ها؟ بله تشنه شدیم. یگان جور آب نداری؟ یکیت تو از کجا برآمدی؟ تو باید در حبسخانه باشی. لیکن تو باید در مزار میشدی. تو با ما حالا زنده در کار هستی. مرگت انتظار میشود. نگوریز بگویم. لعنتی گریخت. سامی با تو وعده میدیم که بسیار حکومت نمیکنیم. فقط تو ما رو خسته نکن. فهمیدی؟ سامی من وعده نمیدیم. خواهی مانده کن نخواهی نه. لیکن من مردنی تو رو میزنم. سامی با خدا من با بالای اطاعت میکنم. زن گویند میزنم. دوست دار گویند دوست میدارم. آخر وعده دادید نمیزنید گفتید. کی گفت؟ تو داد زدی. تو گفتی. من؟ موچل من نهنگ است. یعنی حافظه من مثل نهنگ. تیز فراموش میکنم. ایستد. همش رو میفهمم. چیزی که خواهید. اوه با خدا همش رو. کنی بگو در قسم گذشته محور حقیقت چی شد؟ چی؟ چی؟ سردارم با فکرم این آدم ما را فریب میکند. حالا باشد دیگر صبر نمیکنیم. مجبوریم که بزنیم. امشب هم تاریخ می نویسیم و هم در نزد انجمن بزرگ باوری تازه پیدا میکنیم. آنها انجمن بزرگ. شما باشید پسگار بزرگ. التجا میکنم شما وظیفه‌دار نیستید که به باوری مردم کفالت دهید. شما در این کشور تمثیلگری انجمن بزرگ بوده رقم 1 میباشید. رقم 1. مثل ذکاوتت باوریت را با بهای اعلی تقدیر میکنم، اما دستگیر شدن آخران حادثه مرا ترسان کرد. کایمینی آیا با قوه‌های مشترکی که با آنها هم فکر میباشیم ضربه به سر آنها زده شده تو را به ترس نآورد؟ جناب کایمینیک در محبس خیمنه تجربه دار شده است، لیکن مثل من بر این یک شخصی که تمام عمرش در علم در دانشگاه بیمارخانه گذشته است
یا این که میشه شما بر این پیشوا 24 ساعت در آنجا ایستادنم با عقل راست نمی آید. شاید که این گپ‌های من حالا به شما خوش نآید، اما میخواهم که یک فکر نوم را به شما بگویم. ما سالهای دراز کوشش کردیم که قوه نوی فیر را نیست کنیم و آنها را تهمت کردیم که مقصد شما یک کادر نو تیار کرده از خود کردن دولت می باشد. لیکن فهمیدیم که هرگاه ما کادر نو فیر را ذکر کنیم ما را دستگیر کرده محبس می کنند. معنای این اشاره این است که دیگر این کلمه کادر نو فیر را به زبان نگیریم. این به ما بدبختی آورده، لعنت میشنویم. این لعنت سبب شده است که هر عملیاتی را که نقشه میکشیم گشته و برگشته آمده به سری خودمان ضربه میزند. سپس به نوعی تسلیم میشویم. همینطور اعلی حضرت گفتنی هم که مثل کردی تیز دستان خودمون را میبریم. من به این گونه خرافات ها باوری ندارم، اما وقتی که تو بر این شخص ذکی این سخن ها را میگوید باید فکرش را کنیم. در حقیقت عجایب که آدم های ما به حجره های نو افت پیوست شدند. به هر حال امشب تاریخ می نویسیم. اقتصادیات خراب می شود، کارهای دیپلماتی خارجی برباد می رود، کارهای داخلی باشد نصف نابود می شود. آن دعوایی که ترک رو به ترقی رفته ایستاده است میگویند به زمین میافتد. شما حرفهای داهیانه میزنید جناب. اگر این کارها انجام یابد در یک مدت کوتاه همه چیز به کامی ما خواهد شد. بابت این مسئله نقشه های زیادی دارم جناب، نقشه های زیاد. بخیر است سوها؟ برای چی اینقدر احوالات بد است؟ دخترم را ربودند. دخترت را ربودند؟ بله، مدتی دراز بود که با نخورده بودیم. من باشم به نزد شما برای مددجویی آمدم. دختر تو دختری ما سوها، اما من یگان کار نمی کنم. تو برای چی به اینجا آمدی؟ داماد شونده تو مگر پلیس نیست؟ رو از گریوانش گیر، بگو که دخترم در کجاست. وقتی که دختر رو از نزد تو برد پای صحت و سلامت بود، کنی پلیس بودنش رو نشان دهد. حسابات دهد حسابات. آخر تو دادستانی بزرگ هستی. نمیدانم، شاید پیکس آن شخصانی را که دخترم را ربودند میشناسد. پیکس از کجا میداند جناب؟ پلیس چیکار میکنه؟ همین خیلی مایلش، من به نزد پلیس میروم. جناب اگر یگان معلوماتی به شما رسد مرا خبردار کنید. خوش با اجازت. رو тамошобинони муҳтарам, имрӯз полис шахсе ки ба ҳамоиши алавиён ҳамла карда буд муаррифӣ кард. аз ҷои воқеа шахси фирорӣ карда ерол балтачӣ будааст. ҳамлагар бо худаш як рӯзноманигорро бо номи равно топал асир гирифтааст. то ҳол аз онҳо ягон хабаре нарасидааст. اکنون تمام شدم، نیست شدم. چه کار میکنم؟ پیکس مرا سوزاند. آیا میدونی که برای چی من ژاپن ها رو دوست میدارم؟ خوراکی بلازد میپزن سردارم. گوش کن، این هم راست، اما بیشتر نظریه‌شون رو دوست میدارم. یعنی یک بار نظر کن، ماهی رو ناپخته میخورند. برای یک طبق ماهی تیار کردن وقتی بسیار صرف میشود. ماهی رو تازه کرده بریون میکنن. اطراف رو بوی بد فرا میگیرد.
این دیوانه درد سرم شد. الو، برای چی جواب نمیدی ها؟ گویا ما را از اینجا میگریزاندی، گویا ما را از اینجا خلاص میکردی. تیوی بیس درباره من سخن میکند، من نابود بشوم، من مردم. واهمه نکن ایرال، فرصتی آرام شدن را انتظارم. پلیسا از پس ما شدند. گوش کن، من جدی میگویم، یا ما را از اینجا میبراری یا اینکه رفته به پلیس ها میگویم که این فرمان را به من پیکاس داده است. فهمیدی؟ مالا شیر بچه، آرام شو، آرام شو. چی خیلی که خواهی همون که حل میکنم. یک ماشین، حجت و پول. باز موادی من تمام شد، فوراً لازم است. مایلش اینها مثل بازیچه کودکانند. آدم هایم را حاضر روان میکنم. تو را به یک کشتی سوار میکنم. سراغه را ده، هرچی احتیاج داری آدمانم به تو میآرند. مایلش فهمو؟ زود باش. گپ زن سراغت را، گپ زن. زودتر، زودتر. مایلش حاضر آدمانی من می آیند. تو در آنجا است. نیم یا یک ساعت پس در آنجا می شوند. همراه دو کس دیگر را گیر. یه رول در جنگل بلگراد در درون یک کلبه است. مرا گوش کن. تو جنگل بلگراد را میدانی؟ میدونم سردارم، میدونم. خوب نباشد، زودتر رو. تمام، مسئله حل شد. یه رول و آن دختری روزنامه‌نگار را کشته در آنجا گویرانید. فهمیدم. یک دقیقه است. لابای سردارم. کنی کشا شیر بچه ای من؟ دهانت را کشا. آها. چه خیلی معقول شد؟ بله. خوب است. برای سلامتی خوب است. حالا باشد برا. غمگینم امدو. اینها رو دو نسخه چاپ کن، بعد در حجره من گذار. فهمیدی؟ خوب شده سردارم، میگذارم. زودتر. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باشید. من از میم دو سرکمیسر آمدم. در تالاری بخوری باید باشد. تشکر. مایلش گفتن رو دوام دهید. یک اشاره خورد هم کارمون رو آسان میکند. دخترم در کجاست؟ وقتی که او رو با اسارت گرفتن بعد به سرتون آمد که دختر داشته اید. مرا گوش کن، حالا وقتی بیمنگی نیست. نمیدانم، از سحر باز گفته ایستاده ایم. شما چه انسانید؟ در روزی روشن دخترم را از پیش چشمانتان میربایند، شما باشه در اینجا نشسته اید. این سوال رو به من میدهی آقای دادستان؟ تو از اون شخصان پرس که برای ربودن دختری تو فرمان دادند. تو چی گفتنی هستی؟ نمدو، به خدای در نزد دادستان ایستاده ای. من چه گفتنم را میدانم. رفته پیکاس را، پیسگار را پرس، آنها شاید دانند کجا بودنی رعنا را. آیا شما دوست نیستید رحم کرده شاید گویند؟ مرا گوش کن، از حد گذراندی، اینش از حد گذشت. جواب خواهی داد، نیستد میکنم. چه خیلی که یگید رو کردی؟ بس کن سفسطه را. دخترم در کجایی باشد و را در حال یاب. دانسته گیر که اگر به سری او یگان حادثه آید تو را گناهکار میکنم. حالا با شما وقتی سر و کارگیری ندارم آقای دادستان. ممدو، از حد نگذران. چی شد عاطف، یگان خبر است؟ پیکاس سراغه را گفت. از روسی؟ نه در اینجا. اوه شیرکی ما عاطف، سوپر عاطف. یگان کس نفهمد. خوب من میروم. سرکمیسرم احتیاط باشد. خدایا باز یگان کس نفهمد. با خیر سرکمیسر کجا میره؟ حاضر میایم. بایدش. سالهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بارباد انتظارم. دقت! با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا
бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар толори кохи борбад студияи ҳамсадо тасмим гирифтааст ки аз байни 10 нафар ҳунармандони силсилафилми ҳомиён 5 нафарашро бо интихоби мухлисон даъват намояд. ҳунармандон бо рамзҳои махсус рамзгузорӣ шудаанд. шумо метавонед рамзи ҳунарманди писандидаатонро гирифта ба рақами 10 тариқи смс ирсол намоед. мухлисе ки смс ба ҷонибдории ҳунарманди писандидааш ирсол менамояд, ӯро тӯҳфаҳои арзанда ва ҳамчунин мулоқот бо ҳунарманди писандидааш интизор аст. барои маълумоти мукаммал гирифтан метавонед ба рақамҳои 9752828 975292828 ва 907792828 дар иртибот бошед. کمتر پسانه‌های اینجا میشوند. تو حیف میشوی، جوانی، زیبایی، اما من مجبورم تو رو برانم. در محکمه سخن کرده همه چیز رو میفهمونی. مرا میکشند. خیر فرخشه، اگر نفهمانی ما میکشیم تو رو. آن آدم هایی که در زیر زمین واخوردید کیا بودند؟ هیچ کس. التماس مرا آزاد کنید. آن آدم هایی که در زیر زمین واخورده بودید کیان بگویم؟ این چیست؟ چی هست؟ نمیدانم، به مانند نقشه است. این چیکل وزیر است؟ چگونه نقشه؟ چگونه وزارت صنعت یا صاحبکاری؟ چیکل وزیر؟ یکم وزیر رو نمیدانم. خیره، سوزشواری را بیار. آتشی برادرمون باز خاموش نشود. زودتر. دستت رو فرار. کو گبزن؟ این چی نقشه است؟ چی نقشه است؟ گبزن بگم چی نقشه است؟ با خدا کشیده چیکار وزیر رکه لازم نه سوختی؟ ناز بیسو سوختم خدا مثل چوبی هرچه سوخت. این سویقات راست است. علیه سه وزیر امشب سویقات تشکیل کرده می شود. التماس نکنید. همش را بفهمانم. کایوا در کجا؟ اکنون دیر شده. گبزن ستار ساعت 9 وزیر اقتصادیات، وزیر کارهای خارجه و وزیر کارهای داخله. شیران خوش آمدید. مرحمت، به درون درآیید. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت، به درون درآیید. روزنامه‌نگار امین؟ بله. دختری زیبا بود است. حیف می شود. پولها را آوردید؟ بگیر. مواد. پیکاس شما رو سلام گفت. این مال خیلی خوب است. انا حاضر کیفم به جایش آمد. چیکار کنیم؟ دو تقسیم شویم. گفتن نمیتوانم که چی می شود، اما یک کس موفق نمی شود ثابت. با یک جایش خودمان می رویم، با دیگر جای نجیب سردار. این فکر عالی جناب. فکر خوب کردی ثابت، آفرین.
یگه زنگ میزند. یگه در کجایی؟ سردارم همه را مانید و مرا گوش کنید. بسیار هم معلومات مهم. در کجای تو؟ در حال اینجا بیا. سردارم التماس مرا گوش کنید. ارکن کاندو امشب در کدیکای علیه 2 وزیر سوی قصد تشکیل کردنی است. باید زودتر آنجا رویم. سوی قصد را پیشگیری کنیم سردارم. تو چه ها میگویی؟ گوش کنید وقت زیاد نداریم. باید زودتر رویم. سردارم به خدا که راستش را میگویم. سردارم شما باید به من باور کنید. در عکس حال وزیر میمارد. خیری تو در اینجا باسمی باش. او رو خوب نگاه کن میلش. مайлش شما هم احتیاط شوید. خداوند مددگارتون باشد. از آن حجت هایی که آخران برابان کردیم یگونه زودتر آماده شوید. با کجا سردارم؟ ممدو در کجاست؟ با پیران برو با سردارم. کجا رفت؟ نمیدونم. زودتر آماده شوید. زودتر. مالش. صبر کن رانو. کمی دیگر صبر کن. می آیم. خانم سویلای در حال با امنیت کارهای داخلی در تماس شوید. علیه وزیر سوی قصد تشکیل میکنند. اطاعت سردارم. رفتیم. آرام باش. زنگ میزن. یک دقیقه آرامی است. چی میگویی؟ خیلی تاثیر مواد خیلی خوب بوده است. دخترو کش بیا. من در مشکل انتظار. میبخشی زیبایکی من. همش همین بوده است. چی کار کنم؟ هممون میموریم. بعضی همون تستر میموریم. چه حال داری؟ گپ رو بینید چه حال داری بود است. جواب داشتنم رو میخوایی دانی. از سهر بزدنی چه عذاب میکشم. قریب میمردم. مرا ربود دست پایم رو بست. قریب بود که مرا بپرم. تو باشی چی میپرسی؟ چه حال داری؟ خوبم ممدو. خیلی خوبم. در اینجا راحت کرده نشستم. نمیبینی؟ اگر من دیر هم میکردم تو با این زهر زبانت این آدم رو میکشتی. نه کشم. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالاگراما دار را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالاگراما ندارند
сифати паст дошта қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешаванд. хариди дисткои голограммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне беголограммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.